معمولا فصل تابستون فصلی که ما بیشتر ضد آفتاب استفاده می‌کنیم چون برای پوست خیلی مهمه و باعث جلوگیری از سرطان میشه. ولی یه نکته که خیلی مهمه باید بدونین که ضد آفتاب ما دو نوع داریم. یه نوع کمیکال هست، یعنی منبع شیمیایی داره، یه نوع منبع مینرال یا بهش در واقع میگیم مواد معدنی. اونی که مواد معدنی داره سعی کنین حتما بخرین. چرا؟ چون توش زینک اکساید داره و وقتی که روی پوستتون میزنی توی پوست جذب نمیشه که بعد بره توی بدنشون. اگر این اتفاق بیفته باعث میشه هورمونا دچار اختلال بشه. حالا این نوتروژینا رو که میبینید که قیمتش حتی $18 پر از کمیکال بیس هست. وقتی که شما اینو به بدنتون میزنید زود توی بدن جذب میشه و اینا تاکسیک هستن برای بدن و باعث میشه هورمونای شما رو به هم بریزه. اکتیو اینگریدینتس اونی که بیس شیمیایی هست اگر نگاه کنید از اوکتالین، هوموسیلید و اووبنزن تشکیل شده که اینا همه سمی هستن. ضد آفتاب مینرال بیس باید فقط زینک اکساید توش باشه مثل این. پس ضد آفتاب حتما استفاده کنید ولی مطمئن باشین که مینرال بیس باشه.